حامد و مصلی و بعد، وزارت امور داخله در نظر دارد به خاطر تأمین امنیت بیشتر، امنیت روحی، روانی و فیزیکی مردم در سراسر کشور، در ولایات به خصوص در مرکز، کامرای امنیتی را جهت پوشش امنیتی نصب کند و این در قسمت کاهش جرایم جنایی و با موقع گرفتن مجرمین و همچنان وقوع و جلوگیری از سایر جرایم و حادثات رول مثبت را ادا کرده. همکنون الحمدلله در شهر کابل و سایر اماکن مهم بیش از 62,000 کامرای امنیتی ظاهرا نصب شده که شاید کامرای مخفی از بیشتر باشه و این الحمدلله در همه اماکن مهم، اماکن مزدحم بوده و این نه تنها در شهر کابل بوده بلکه در سایر شهرهای مهم، اماکن عبور و مرور، میادین هوایی، مرزها، گمرکات، در همه ازیا کامرای امنیتی نصب شده و ان شاء الله که نقش مردم هم در خیلی مهم بوده، همکاری لازم مردم هم با ما بوده. ما این پروسه جریان داره که الحمدلله وزارت امور داخله در قسمت استراتژی 4 ساله‌اش در نظر داره که در همه کشور شهرهای مهم، اماکن مهم، شهرهای مهم در همه کشور به خصوص در کابل کامرای امنیتی را نصب کنه و این در قسمت استراتژی و پالیسی و طرز عملش کار داریم که هر زمانی که نقشهشان عملی شود، نقشهشان چون سروی امنیتی خیلی مهم است، ما سروی امنیتی سرش جریان داره، هر وقتی که استراتژی و طرز عمل و سروی امنیتی تکمیل شود بخیر بودجه تصویب میشه و در همه شهرها، در همه ولایات و خصوص در مرکز کامرای امنیتی نصب می شود.